خاص‌ترین حالت شاتوت که هیچ وقت خراب نمیشه. این یه مزه دوست داشتنی توی حالت جدیده. من ایمان تیموریانم. اینجا آجیل و خشکبار علی گیاهیه. محصولی که دست من می‌بینید شاتوت فریز درای یا سرما خشکه. توی فرآیندی آبشو کامل از دست داده ولی بافت تمام مزه دوست داشتنیش تا ابد موندگاره. یه حالت پوک و پفکی داره، یه رایحه شاتوت دوست داشتنی. کافیه یه دونه بذارید تو دهنتون یه ذره خیس بخوره، انگار که تو باغ شاتوتی. مزه قوی شاتوته که تو دهنتون باز میشه. این تنها شاتوتیه که نیاز به یخچال نداره و 4 فصل سال میتونید ازش لذت ببرید. اینجا علی گیاهی یکی از قدیمی و معروف ترین آجیل فروشی‌های بازاره. سرای آهنگران رو یه ذره بیاد پایین، تابلوی علی گیاهی که دست راست دیدی بپیچید تو کوچه. اینجا بیشتر از 400 رقم آجیل و خشکبار و محصولات مختلف دارن. ولی میوه‌های فریزرایشون مثل آلبالو و بلکبری یا توت فرنگی رو هر جایی نداره. خشکبار گیلاس و توت فرنگی یا حتی چیزی مثل گوجی بری هم حضوری تو بازار هم آنلاین از سایتشون، هر کدوم از اینا رو بخواید میتونید ازشون تهیه بکنید. ولی تصمیم با شماست. تمام.